ادامه. قسم 25. آدمان به قطاره‌های تیزگرد می‌درویند و خودشان نمی‌فهمند که چی می‌جویند، گفت شاهزاده خردکک. برای همین آنها آرامی را نمی‌دانند و خود را گاه به این سو گاه به آن سو می‌زنند. بعد او علاوه کرد: و این همه تردد بیهوده است. چاهی که ما به آن رسیدیم مانند دیگر چاه‌های سرای کبیر نبود. عادتاً در این جاها چاه چخوری است در ریگ، اما این چاه که ما حالا دیدیم چون چاهی حقیقی دهاتی ما بود. ولی آخر در اینجا هیچگاه ده نبود و من فکر کردم که خواب میبینم. عجیب، گفتم به شاهزاده خردکک. اینجا همه چیز تیار است، همه غرغره، هم ستیل، هم ریسمان. وی خندید و ریسمان دست رساند و غرغره را کشودن گرفت. غرغره مثل بادنمای کهنه‌ای که از بیشمالی زنگ زده است غیجی راست میکرد. میشنوی؟ گفت شاهزاده خردکک. ما چاه را از خواب بیدار کردیم و او به سرودن آغاز نمود. من میترسم که وی مانده میشود. من خودم آب میگیرم، گفتم. خوبه تو نمیرسد. من ستیل را آهسته از چوب برآورده در طرف سنگین آن با احتیاط گذاشتم. در گوشم تا حال سرود غرغره غجیراسی صدا میداد. آب در ستیل می لرزید. عکس آفتاب که به آب افتاده بود نیز لرزان بود. میخواهم از این آب یک قلط بنوشم، گفت شاهزاده خردکک. بیمان سیری بنوشم. من فهمیدم که او چی میجوست. ستیل را به لبانش بردم. او با چشمان پوشیده آب می-نوشید. این آبخوری او عالی ترین بزم را می‌ماند. این آبی عادی نبود. آبی بود که از راه دراز ته ستاره ها آمده از غجیراس غرغره زور دستان من تولید یافته بود. توفه دل بود. وقتی که من خرد بودم توفه های مولودی با شعله شمهای ارچه، صدای ارغنون، وقت عبادت نصف شبی که با سرود پیوسته می شد، تبسم های نوازشکارانه به چشمم همین سان می درخشیدند. در سیاره تو، گفت شاهزاده خردکک، آدمان در یک باغ 5000 بیخ صدبرگ می رویانند و ولی آنچه می جویند نمی توانند پیدا کنند. نمی یابند. راضی شدم من. آخر آنچه آنها می جویند در یک قطره آب، در یک دانه صدبرگ می توان یافت. ها، البته، راضی شدم من. شاهزاده خردکک باز گفت: ولی چشم کور است، با دل باید جست. من آب نوشیدم، سبک نفس می کشیدم. صبحیدم ریگ چون اصل طلایی می نمود. این هم باعث شد که خود را خوشبخت بینم. آخر چرا غمگین شوم؟ تو باید وعدت را اجرا کنی، نرم گفت شاهزاده خردکک باز به پهلویم نشسته. کدام وعده ام را؟ یاد داری برای برچم دهانبند ساختنی بودی؟ من آخر برای گل جوابگرم. از کیسم رسم‌های را که کشیده بودم برآوردم. شاهزاده خردکک با آنها نگریسته خندید. با آباب‌های تو به کرم مانندم. افسوس که من با آباب‌هایم فخر میکردم. گوش‌های روباهت شاه برین. چه خیل دراز. او باز خندید. گپی تو حق نیست دوستم. من هیچ وقت رسام نبودم. فقط گاه اژدر میکشیدم، درون و بیرونش را نشان میدادم. هیچ گپ نه، آرام کرد وی مرا. بچه ها همین طور هم میفهمند. من برای برچه دهانبند کشیدم. رسم را به شاهزاده خردکک دادم و دلم را چیزی فشرد. تو چیزی از فکر گذراندی و به من نمیگویی. ولی او جواب نداد. میدونی، گفت وی، پگاه 1 سال می شود که من در زمینم. وی خاموش شد. بعد علاوه کرد: آنجا که من افتیدم به اینجا تماما نزدیک. وی رویش لالگون گشت. از چی باشد که باز دلم را گرانه فشرد. به هر حال از او پرسیدم: یعنی 1 هفته پیش آن سحره که با تو شناس شدم، تو اینجا یک خودت هزارها چقریم دور از منزل آدمان بیهوده نمی گشتی؟ تو آن روز می خواستی به جایی که افتاده بودی برگردی؟ شاهزاده خردکک زیادتر سرخ شد. من بی‌جرأتانه علاوه کردم: این حال تو از آن است که از آمدنت 1 سال پر می شود؟ وی باز سرخ شد. به یگان سوال من جواب نداد
ولی اگر برای کس سرخی دمد این حال معنای ها را دارد. همین طور نیست؟ من خود را ناآرام حس میکنم. گفتم من، ولی وی جواب داد: از پی کار شدن لازم است. نزد ماشینت رو. من تو را اینجا انتظار میشوم. پگاه وقت شام برگرد. ولی من هنوز پریشان حال بودم. روباه به یادم آمد اگر دستآموز کسی شوی گاه گریستن لازم می آید. قسم 26. در نزدیکی چاه خرابه های دیوار سنگین کوهن باقی مانده است. شام دیگر کارهایم را به سامان رسانیده به آنجا برگشتم و از دور دیدم که شاهزاده خردکک بالای دیوار نشسته است و پایهایش را آویزان کرده است. آوازش را شنیدم. به یادت نیست؟ گفت او. آن واقعه اصلا در اینجا روی نداده بود. مگر کسی به او جواب میداد که اعتراضش را شنیدم. ها، این واقعه رسا 1 سال پیش شده بود، ولی در دیگر جا. من تیزتر قدم زدم، ولی نزد دیوار نه کسی را دیدم و نه آوازی را شنیدم. در این بین شاهزاده خردکک باز به کسی جواب داد. البته همین که پای مرا در روی ریگ دیدی انتظار شو. امشب من آنجا می آیم. تا دیوار 20 متر مانده بود، ولی من هنوز چیزی را نمی دیدم. پس از خاموشی شاهزاده خردکک باز پرسان شد: زهرت چخیل؟ خوب است؟ نمی گذاره که دیر عذاب کشم. در جویم ایستادم. دلم فشرده شد، ولی حالا هم چیزی را نفهمیدم. اکنون برو، گفت شاهزاده خردکک. من پایان فرامدن می خواهم. آنگاه من به زمین نگاه کردم و یک بار پس جهیدم. در پایان دیوار مورک زرده که زهرش کس را در نیم دقیقه می کشد حلقه زده و سرش را سوی شاهزاده خردکک برداشته بود. تپانچه کیسم را دست کرده به طرفش دویدم، ولی مور صدای قدم را شنیده چون جویچه خشکیده شیر را زده بین ریگ در آمد و با صدایی که بزرگ شنوا بود آهسته بین سنگ ها گم شد. من نزد دیوار سری وقت رسیده شاهزاده خردکک را داشتم. رنگی روی وی سفید کنده بود. چه فکرها را سرت جای داده ای میده‌یک؟ خطاب کردم من. برای چی با مورها به گپ در آمدی؟ من گردنپیچ طلا رنگش را که همیشه با او بود کشادم. چکه‌هایش را تر کردم، مجبوری آب نوشانیدم. ولی جرأت نکردم که دیگر از او چیزی بپرسم. وی به من جدی نگریسته دستانش را به گردنم حلقه کرد. میشنیدم که دلکش چون دلک مرغ نیم بسمیل میتپد. وی گفت: من خرسندم که تو جای ویران ماشینت را یافته ساز کردی. اکنون میتوانی به خانه‌ات برگردی. تو از کجا میدانی؟ من هم حالا میخواستم بگویم که خلاف چشم داشت به من میسر شد هواپیما را تعمیر کنم. وی جواب نداد، فقط گفت: من هم امروز به خانه برمیگردم. بعد محزون اضافه کرد: خانه من خیلی دور و رفتن خیلی دشوار است. همه این عجب حیرت آور بود. من او را گویا کودکی خردسال باشد سخت آغوش میکردم، ولی با وجود آن چنین مینمود که وی از من طرف دور می شود. او را ورطه بیتک سویش میکشد و در من قدرت نیست که او را از این بلا نگاه دارم. وی خیال آمیز و دورادور می نگریست. به من برچه تو می ماند، قوطی برچه هم، دهان بند هم. وی غمگینانه تبسم کرد. من دیر انتظار شدم. وی گویا به خود می آمد. تو ترسیدی میده‌یک؟ چخیل هم نمی ترسید، ولی وی آهسته خندید. بگاه از این هم دهشتناکتر می شود. از درک آن که فلاکت ناگزیر و اصلاح ناپذیر است بدنم را سردی فرا گرفت. نخواد من دیگر خنده او را نشنوم. این خنده برایم مثل چشمه است در بیابان. میده‌یک، من خنده تو را باز شنیدن می خواهم. ولی وی گفت: امشب رسا 1 سال می شود. ستاره من در بالای جای قرار می گیرد که 1 سال پیش افتاده بودم. گوش کن میده‌یک، آخر این همه، این مور، این واخوری با ستاره، همه فقط یک خواب ناخوش است. همین طور نه؟ ولی وی جواب نداد. مهمترین چیز آن است که با چشم نمی بینی، گفت وی. ها، البته.
همچنان در مورد گل گفتیم اگر گلی را که در یکی از ستاره های دور می روید دوست داری شبانه با آسمان نگر همه ستاره ها می شکوفند. ها البته. همچنان که در مورد آب گفتیم آنگاه که به من آب دادی آب مرا چون موسیقی نوازش میکرد. غرغره و رسمان البته به این سبب بود. یادت هست؟ چنان نغز بود که ها البته. شبانه تو به ستاره ها می نگری. ستاره من خیلی خرد است. آن را به تو نشان داده نمی توانم. خوب است که ستاره من ستاره خرد است. اگر بینی آن هم در نظرت فقط چون یکی از ستاره ها می نماید و بس و تو تمام ستاره ها را دوست خواهی داشت. همه آنها برایت دوست می گردند. ها بعد من به تو چیز تحفه می کنم. وی خندید. میده یک من خنده تو را خیلی دوست می دارم. تحفه من همین است. این همچنان که در مورد آب روی داد. چه خیلی یعنی؟ هر آدم خود ستاره دارد. با کسانی که سفر میکنند ستاره راهنماست. برای بعضی ها آن ستاره فقط چراغک است. برای عالمان آن ستاره یک معمای حل طلب است. برای کارچلان من طلا است. ولی برای همه این آدمان ستاره گنگ است. ستاره های تو تماما غیر عادی خواهند بود. چه خیلی یعنی؟ تو شبانه با آسمان می نگری. می بینی که ستاره پیداست. من در آن زندگی می کنم. من در آن می خندم و تو می شنوی که تمام ستاره ها می خندند. تو صاحب ستاره های می شوی که می توانند بخندند و خود بخندید. وقتی که تو تسلی می یابی عاقبت همه تسلی می یابند. از آن شاد خواهی شد که زمان مرا می شناختی. تو دوست یک عمری من می گردی. با من خندیدن می خواهی. بعضن انا این طور تیرزه را می کشوی و دلت از فرح لبریز می گردد. با آسمان نگریسته خندیدن تو را دیده دوستانت به حیرت می افتند. تو با آنها می گویی ها من همیشه با ستاره ها نگریسته می خندم. آنها فکر می کنند که تو از عقل بیگانه شده ای. دیدی که من با تو چی شوخی بده می کنم؟ وی باز خندید. به جای ستاره ها به تو گویا یک دسته زنگوله های خندان را تحفه کردم. او باز بخندید. بعد باز جدی شد. میدانی امشب بهترش نبیا. من تو را تنها نمیگذارم. تو گمان میکنی که درد میکشم. حتی به نظرت مینماید که مرده ایستادم. گاه چنین وانمود میشود. نبیا لازم نیست. من تو را تنها نمیگذارم. او از چی باشد که پریشان بود. میدانی این همه باز از برای مار است. بناگه وی تو را زهر زند. مارها بدخشمند. به آنها کیفیت میبخشد. من تو را تنها نمیگذارم. وی یک باره آرام شد. راست که به دو کس زهرش نمیرسد. همان شب از رفتنش بخبر ماندم. وی بی صدا گریخته است. وقتی که نهایت به وی رسیدم دیدم که تیز تیز با قدم های قطعی می رود. ها تویی؟ گفت وی و از دستم گرفت. ولی خاطرش پریشان بود. تو بیهوده با من می روی. عذاب مرا دیده اذیت می کشی. به نظرت می نماید که من می مرم. ولی این خیل نیست. من خاموش بودم. این برابر آن است که پوست کهنه را پرتایی. اینجا چیزی نیست که باعث غم گردد. من خاموش بودم. او کمی روح افتاده شد ولی به هر حال باز یک کوشش کرد. میدانی عاقبت خوب می شود. من هم به ستاره ها می نگرم. همه ستاره ها همچون چاه کهنه که غرغرش غجیراس می زند هر کدام به من آب می دهند. من خاموش بودم. فکر کن چه خیلی عجیب است. تو صاحب 500 میلیون زنگوله می شوی. من صاحب 500 میلیون چشمه. او یک بار خاموش شد زیرا که می گریست. انا رسیدم. بیمان که من خودم قدم پیش گذارم. و او از وهم و هراس روی ریگ نشست. بعد گفت میدانی من 100 برگ دارم. من برای او جوابگرم. وی چنان ضعیف است که چنان دل سفید، چنان ساده.
از مال دنیا فقط همین 4 خار ناچیز دارد. دیگر هیچ چیزی نیست که صدبرگ مرا حمایه نماید. من هم نشستم، زیرا مدار پایم خشک شد. وی گفت: انا تمام. او بعد فرصت از جایش خیست و فقط 1 قدم پیش گذاشت. من از جایم جنبیده نمیتوانستم. زیر پایش گویا برق زرد درخشید. وی لحظه به حرکت ایستاد. فریاد نکرد. بعد افتید. آهسته چنان که درخت می افتد. آهسته و به آواز افتید. آخر ریگ همه آوازها را در می کشد. قسم 27. و اینک 6 سال گذشت. حالا با کسی از این بابت حکایت نکردم. وقتی برگشتم رفیقانم شاد بودند که مرا زنده و سلامت می بینند. غمگین بودم، ولی با آنها گفتم کمی خستم. به هر حال کمی تسلی می یافتم. درسترش نه چندان تسلی می یافتم، ولی می دانم وی به سیاره یکی خودش برگشته است. آخر صبح دم جسم او را در ریگ نیافتم. جسمش آنقدر وزنین نبود. شبها من گوش کردن ستاره ها را دوست می دارم. گویا 500 میلیون زنگوله باشد. لیکن حیرت آور آن است که وقتی برای برچه دهان بند می کشیدم فراموش کردم که تسمچه لازم است. اکنون شاهزاده خردکک دهان بند را به فوق برچه‌اش انداخته نمی تواند و من از خود می پرسم در آنجا در سیاره وی چه کارهایی می شده باشد؟ مبادا که برچه صدبرگ را خورده باشد. بعضم به خود می گویم نه، البته نه. شاهزاده خردکک شبانه همیشه صدبرگش را با کلاه شیشگین می پوشاند و برایش را نیز خوب نظارت می کند. آن وقت خوشبختم و همه ستاره ها آهسته آهسته می خندند. ولی گاها به خود می گویم بعضا کس پریشان خاطر می شود که آن وقت هر حادثه روی دادنش ممکن است و ناخواست پوشانیدن کلاه شیشگی را فراموش کند یا برچه شبانه آهسته به آزادی برآمده. آن وقت همه زنگوله ها می گیرند. همه این اسرارآمیز و نامفهوم است. آنهایی که نیز شاهزاده خردکک را دوست می دارید نسبت او هیچگاه بی‌پروا نباشد. اگر در کدام گوشه نامعلوم کیهان برچه‌ای که در عمرمان ندیدیم صدبرگ ناشناسی را خورده باشد، تمام دنیا برایمان دیگر می شود. با آسمان نگرید و از خود بپرسید آن صدبرگ حالا زنده است یا کیهاست که وجود ندارد؟ برچه خورده باشد. چنین فکر کنید خواهید دید که همه چیز دیگر می شود و هیچگاه یگان آدم کلانسال نمی فهمد که این چقدر مهم است. اینجا به فکرم جای از همه زیبا و حزن‌آور دنیاست. این گوشه بیابان در دیگر صحیفه هم تصویر شده است، ولی من آن را 1 بار دیگر کشیدم تا شما خوبتر تماشا کنید. اینجا شاهزاده خردکک اولین بار در روی زمین پیدا شده بود و بعد غیب زد. درستر نگرید تا که اگر بار گذرتان به بیابان افریقا افتد این جای را بتوانید شناسید. اگر بار از اینجا گذرید خواهش میکنم سوگند خورید که شتاب نمی کنید. زیر این ستاره کمی آهسته تر قدم میگذارید. اگر پسر بچه خردکک تیلاموی نزدتان آید، اگر خندش جرنگاسی باشد و به سوالهای شما جواب ندهد، البته پای خواهید برد که وی کیست. از شما خیلی خواهش میکنم که آنگاه برای تسلای دل غمناکم زود به من نویسید که وی برگشته است. آنتوان د سنت اگزوپری، شاهزاده خردکک. انجام.